تا حالا فکر کردی اگه برق قطع بشه چه جوری میشه گوشی رو شارژ کرد؟ امروز 7 روش عجیب و باحال برای شارژ گوشی بدون برق به شما میگم که میتونه خیلی کمکت کنه. یک پاور بانک خورشیدی، یه پنل خورشیدی بذار زیر نور آفتاب، باهاش گوشی رو شارژ کن، مخصوص سفر با قطع برق. 2 شارژ با جنراتور دستی، یه دستگاه کوچیک هست که با چرخوندنش برق تولید میکنه و میتونی گوشی رو زنده نگه داری. 3 دوچرخه برقی. برخی دوچرخه ها دینام دارن. وقتی رکاب بزنی برق تولید میکنه و گوشی شارژ میشه. 4 پاور بانک حرارتی. وسیله‌ای هست که با حرارت دست یا شعله برق تولید میکنه و گوشی رو شارژ میکنه. 5 پنل بادی کوچک. یه توربین بادی کوچیک بذار توی حیاط یا پشت بام، با باد برق تولید میکنه. 6 استفاده از ماشین. با کابل فندکی ماشین تو شرایط اضطراری میشه گوشی رو شارژ کرد. 7 شارژ با لپتاپ. برای این کار کافیه کابل شارژ گوشی رو به پورت USB لپتاپ متصل کنی. این روش برای مواقعی که پریز برق در دسترس نیست یه راه کارآمد برای شارژ گوشیه. کدوم روش رو دوست داشتی امتحان کنی؟ لایک یادت نره و عضو کانال شو تا مطالب جالبتری در اختیارت بذارم.